خب دکتر حمیدی عزیز، خیلی سپاس از اینکه حضور یافتین. امروز با شما بیشتر معرفی خواهیم شد و همچنین به خصوص درباره کارهایتان و از جمله کاری که اخیراً شما منتشر کردین، کتابی درباره سقوط افغانستان در پنجمین سالگرد اون بیشتر گپ خواهیم زد. من شنیدم که اهل نورستان. دوست دارم بفهمم که آخرین باری که نورستان بودید چه وقت بوده و حالا چی در نورستان، چه افغانستان، یا چه خاطراتی داری اینا؟ بله. اولتر از همه بسیار زیاد تشکر. پیش از او میخوایم سلام به همه کسایی که میبینن باز این پادکست و تشکری میکنم از شما و از اطلاعات روز، یک روزنامه بسیار خوب که از سالهای سال تعقیب میکنم و کار بسیار مهم و خوب میکنه. ما باز بسیار خوشحال شدم که این فرصت دادین که با هم این صحبت داشته باشیم. بسیار زیاد تشکر از او. در مورد سوال شما، بار آخر در 2014 من در افغانستان بودم. یک سفر کاری داشتم به افغانستان، بسیار زیاد نبود، تنها یک ماه در کابل بودم و باز برای یک روز رفتم طرفای دره نور یا نورستان و شبم نماندیم. رفتیم صبح وقت از جلال آباد، تقریبا 70-80 کیلومتر مسافت است، لیکن راه بسیار دشوار است، کویی و جور شده سرک تا اوجه، لیکن بازم بسیار وقت میگیره تا که رسیدیم و باز یک چند ساعت در اوجه بودیم و پس آمدیم طرف های جلال آباد و چند روز اوجه و باز پس کابل آمدم. اما بار آخر بود که نورستان دیدم. بعد شما متولد و بزرگ شده بیشتر نورستان این کابل؟ بسیار جالب است. من متولد دره نور هستم. خب سر این موضوع باز میم که امی مسئله که دره نور، پشهی، نورستانی یک رقم ایتو همیشه فکر میشه که مختلف باشن این گروه های اجتماعی، لیکن میتونه دیگر رقم هم آدم ببینه، لیکن میم سر ازو. من متولد دره نور هستم، لیکن اوجا بسیار کم ما بودیم. باز به خاطر ازی که پدر ما در شهرهای مختلف کار میکرد. پدر ما قاضی بود و جالب بود که همیشه کارش در شهرهای مختلف بود، تبدیل میشد. مثلا کار وقتی ما تولد شدم وقت ننگرهار در جلال آباد کار میکرد. باز من آمدم جلال آباد و اوجا مکتبم خواندیم تا صنف 6 که زبان مادری پشهی و اوجا مثلا پشتو بود مکتب و البته فامیل ما فارسی هم صحبت میکردیم. امی بود که مثلا پشتو فارسی پهلوی پشهی یاد گرفتم و از صنف هفتم به بعد آمدیم کابل و از کابل باز ما از صنف 8 به ایسو تا که خلاص شد مکتب در کابل خواندیم و زمین، یعنی در شهرهای مختلف. ما جوانتر هستم از ما، در مجموع 8 پسر و دختر داشت پدر و مادر من و برادرای کلان ما شهرهای دیگه هم دیدن. بخاطر پدر ما بسیار شهرهای مختلف رفتم، مثلا شبرغان کار کرده و 2-3 سال و در هلمند کار کرده و همیشه گفتم تبدیل میشد، باز میرفت 1-2 یا 3 بچه خودم میبرد و همشیران بسیار خرد بودن و مثلا تنها جلال آباد بودن، لیکن دیگه برادران شهرهای مختلف و من مثلا همی کابل دیدیم و این یک چیزیست که تولد اوجه، باز جلال آباد، باز کابل. آره، یعنی در گشت و گذار بیشتر بودن. یکی البته که من نمیدونم، برای خودم کمی جالبه این قومیت های مثلا پشهی، نورستانی، نمیدونم بقیه مثل این گوجر، براهوی اینا، چون کمتر درباره از اینا پرداخته شده یا مثلا خودم کمتر اطلاع دارم. حالا خودت از یک فرهنگ و خانواده و جامعه پشهی میایی، چی نوستالژی، دلبستگی به مثلا این هویت پشهی بودن داری؟ خب اگر ایره بسیار کوتاه ما جواب بتم،
امی واژه نوستالژی یک رقم به ما اقام مانا نمیته، مگر بسیار تو ساده تر بگم اصلا ندارم من نوستالژی. و اگر یک چیز دیگه هم بگویم، به صفت محل نورستان در اینور، او اما جالب از من 2014 رفتم و دیدم با مردم با منطقه جالب بود، لیکن از او که به من بسیار جالبتر و میتونم بگویم مهمتر موضوع است. موضوع هم اگر بهتر بگم مسئله است، امی بودن پشه‌ای نورستانی یا یک اقلیت در افغانستان، در جغرافیای افغانستان. باز او اما بسیار من فکر مهم است و بسیار جالب بوده میشه. ما با سر مسئله میایم پس به خاطر ازی که خصوصا به ما برای جالب است که ما اگر شروع از امی بکنم که امی چارچوب امی صحبت ما امروز کم واضح باشه که از کدام آدرس من صحبت میکنم، و اویی است که ما پژوهشگر میتونم بگویم که محقق یا پژوهشگر فضای عمومی افغانستان هستم. یعنی امی حوزه‌ای که ما کار تحقیقاتی میکنم ارتباطات اجتماعی است که در انگلیسی میگن communication یا public communication. و این در حوزه افغانستان همیشه به من جالب بوده. از تحصیل کردیم در این حوزه، بعد از کار دکترای کردیم و فعلا هم مشغول امی مسئله هستم. میتونم بگویم که پژوهشگر فضای عمومی افغانستان، باز من میگم که میگم که فضای عمومی معنایش چی است، او را باز خصوصا در چارچوب افغانستان چی معنا داره او را هم تشریح خواهد کردم. به خاطر که در اینجا بسیار کار کردیم میتونم بگویم که روایتگر فضای عمومی افغانستان میتونم. من کم فکر میکردم چی خدا بنامم، من فکر میکنم میتونم آدم بگویم به خاطر که بسیار پژوهش کردیم در این مسئله و در این حوزه، میتونم روایتگرم بگویم. و در او چارچوب باز میشه بگویم که این مسئله نورستان در نوری پشه‌ای نورستانی بسیار جالب است، به خاطر که به خاطر امکانات مختلفی که اما گروه های اجتماعی در افغانستان دارن، گروه نورستانی پشه‌ای هم امی امکانات داره و در فضای عمومی افغانستان از خود میگه، به خاطر که تال چیزی که بوده همیشه در مورد از او نوشته شده. اگر از بیرون کسی بوده در مورد از تحقیق کرده، یک کسی از آلمان مثلا دکترای خود نوشته کرده سالهای 70 80، یا مثلا استرالیا کسی رفته، در امریکا از نروژ بوده کسی در مورد نورستان در نور بسیار همیشه از بیرون بوده. یک اگر در داخل افغانستان ببینیم، اوج همی تو بوده که همیشه شنیده شده که نورستانی ها بسیار یک رقم رومانتیزم شده که مثلا سوئیس افغانستان است و طبیعت بسیار خوب داره، مردم بسیار مهربان، لیکن یک رقم از بالا و پایین بوده. ما بسیار کم شنیدیم که خود نورستانی یا پشه‌ای در مورد خود چی فکر میکنن. و این تنها در مورد نورستانی ها نیست، میتونه از دیگه گروه های اجتماعی هم بگویه، حالا به خاطر که در مورد نورستانی ها صحبت میکنیم. و اینمی بسیار جالب است که بار اول در فضای عمومی یا فضای مجازی افغانستان ما میتونیم ببینیم که خود امی گروه اجتماعی افغانستان در مورد خود چی فکر میکنه و از او که مهمتر که در مورد افغانستان چی فکر میکنن. این بسیار مهم است و ما میتونم بگویم که یک نورستان و پشه‌ای ها به صفت جامعه اپیستمیک، یعنی جامعه دانشی میتونه آدم ببینه که در مورد خود چی فکر میکنن و در مورد افغانستان چی فکر میکنن. این تنها برای گروه اجتماعی مهم نیست، بلکه برای افغانستان بسیار مهم است که ما بشنویم گروه های اجتماعی در مورد خود چی فکر میکنن. ما حالا بسیار در این مسئله دور نرم، لیکن یک چیز میخوایم اضافه کنم که وقتی ما نورستان پشه‌ای ها رو میبینیم نو شروع شده اینجا. مثلا بسیار کسایی هستند در فضای عمومی که اینمی قصه از خود میکنن، فعالای یعنی کنشگران پشه‌ای نورستانی هستند و میرن میگن که همیشه در مورد ما گفته شده بود، حالا میخوایم خود ما بگوییم که چی است مسئله. و ایره اگر باز مقایسه کنیم، گروه های دیگه هستند در افغانستان که بسیار وقتر شروع کردن، بسیار فعالتر و بسیار وسیع‌تر فعالیت ها را دارن و از این لحاظ بسیار جالب است به من که ایره مشاهده کنه و در مورد ازیا پژوهش و تحقیق کنه.
البته ما خودم از قومی به اصطلاح هزاره ها میایم و چون که فکر اونم هزاره ها یک ترومای جمعی رو از اون جنگی که با عبدالرحمن داشتن با خود حمل میکنن، به خصوص نسل کشی، کشتار و غصب زمین و نمیدونم اینا. بعد هر وقت که حالا ما مثلا میم در مورد از جنگ میخوانیم، بعد در کنارش همیشه اینم هست که عبدالرحمن خان بر نورستان هم لشکر کشید و اونا رو سرکوب کرد و آخرین مردمای افغانستانی که به اسلام با زور و با لشکرش کشی رو آوردن نورستانی ها بودن. یا مثلا اخیراً یک مستند رو چند سال پیش من دیدم که شاههای شراب اونجا هستن و همین تصویرهایی که در شبکه‌های اجتماعی بیشتر از نورستان میبینن، حالا سیویس افغانستان، جنگل سرسبز پر آب و اخیراً متاسفانه یک سیلابی شد و جان خیلی آرام گرفت. یعنی تصویر و این برداشت ها خیلی اینجوری ناقص و اه، کم بودن. و در ادامه اگر در این خصوص حرف نمانده در مورد مهاجرت خود بگین، مثلا شما چی وقت به آلمان و چطور مهاجرت کردین و این مهاجرت برایتان چطور بوده؟ بسیار خوب، تشکر. پیش از که در مورد این سوال چیز بگویم، میخوایم امور جمع کنم در مورد نورستان و من گفتم به خاطر علاقه ما در مورد از بسیار زیاد از یک تحقیق در مورد از می کار میکنم من فعلا و امید است بتونم عن قریب رو نشر کنم که ببینیم. بار اول ما میخواستم ببینیم که گفتم در مورد خود چی فکر میکنن و در مورد افغانستان چی فکر میکنن و یکی از کارهایم است که فعلا مشغول از هستم. و حالا میم سر مهاجرت. مهاجرت ما گفتم یک رقم همیشه در مهاجرت بود. امی زندگی که فکر میکنم تا امروز گفتم اول از که مثلا از درینور طرف ننگرهار یا مرکز ننگرهار جلال آباد آمدیم، بعد از او به کابل مکتب هنوز خلاص نشده بود، نو در دانشگاه رفته بودم که باز امی جنگای داخلی شروع شد. باز ما آمدم طرف روسیه و جالبش این بود که ما روسیه اگر دقیق‌تر بگویم روسیه هم ما در اوکراین بودم در شهر دنسک، لیکن اونجا بسیار کم ماندم. ما تقریبا 8 ماه، زیاد نبود. از 8 ماه به خاطر که اصلا تصمیم به این بود که تحصیل کنم، لیکن بعد از 8 ماه اوجم یک رقم مشکلات بسیار جدی شروع شد. اگر یاد شما باشه امی کودتای یلسن وقت به مقابل گورباچوف که بیخی وضعیت خراب شد، باز تصمیم به این شد که اوجم نمانیم، آمدیم طرف جرمنی، آلمان، که این سال 1992 بود. و اگر آلمان ای تو بسیار در عمق قضیه نرم، اما تو کوتاه بگویم، ما تقریبا 8-9 سال و وقت بسیار قواعد تو مشکلزا بود به کسایی که می آمدن به صفت مهاجر. هیچ نه کار میتونی آدم بکنه نه تحصیل میتونی آدم بکنه و همون تو ماند تا که واقعا یک خلا به وجود آمد 7-8 سال. لیکن بعد از او باز متانیستم تحصیلش رو بکنم در آلمان. گفتم پیشتر که در می حوزه باز تحصیل کنم و بعد از او دکترا و تا امروز کاری که میکنم. و این بسیار جالب است که ما بگویم ما با 3 نفر دیگه از فامیل کسی بودن که آمده بودیم. 2 بچه های کاکای ما بود و 2 کسای دیگه هم بودن که کتما بودن. ما باز 2-3 سال یک جای زندگی هم کردیم. من تانیستم همی رای که رفتم برم تحصیل نمیفهمیدم و چیزا به خاطر کم سینما کمتر از او بود. باز او در جهت دیگه رفتن، مثلا کار باید میکردن، همیشه پول ارسال میکردن به افغانستان. و این بسیار جالب است که مثلا اگر میخواستن تحصیلم بکنن فرصت از رو نداشتن، باید کار میکردن، پول ارسال میکردن و میست که راه ها جدا میشه. لیکن ما به خاطر زمان اول علاقه داشتم تحصیل بکنم و کارهای تحقیقاتی بسیار علاقه داشتم بنویسم، باز در این راه آمدم و تا امروز هم ادامه داره. در چی بخش درس خواندین و مثلا دکترا خود چی وقت گرفتین؟ ما در
رشته‌ای که تحصیل کردیم دو رشته بوده. یک رشته که ما اقدر باز علاقه نداشتم و ادامه ندادم، اون رشته میتونه آدم بگه تدریس زبان آلمانی بود که میتونید به صفت معلم در یک مکتب مثلا درس بده آلمانی را. او رشته دوم ما بود، لیکن رشته که بسیار علاقه دارم و تا امروز در اون حوزه کار میکنم ارتباطات اجتماعی است. کمیونیکیشن استادیز به انگلیسی میگن، در آلمان او را کمیونیکیشن ساینس میگن، یعنی علم ارتباطات. این همون موضوع چتری است، لیکن ما در یک بخش کوچکی از او کار میکنم که او به ما بسیار جالب بوده همیشه که ما چطور میتونیم ارتباطات اجتماعی را برای تغییر اجتماعی استفاده بکنیم. همیشه یک سوال بسیار مرکزی به من بوده و باز در کارهای تحقیقاتی خود همیشه ما ایره دیدیم که کدام نوع کنشگرای اجتماعی از ارتباطات استفاده میکنن تا تغییر اجتماعی را تولید کنن یا کمک کنن یا توصیه بتن. و از او باز همیشه به فکر ازیم بودم که از این نوع تجربات یا دانشی که دارن چطور میتونه آدم به کسای انتقال بده که در این حوزه کار میکنن. یعنی یک بخش عملی هم داشته. من همیشه هدف ما این نبوده که تنها تحقیق در مورد از نوشته شود و چاپ شود، بلکه از او استفاده هم بشه در نهادهای اجتماعی سیاسی، نمیفهم کنشگرای اجتماعی سیاسی بتون از این نوع نتایج استفاده بکنن. اینمی یک چیز مهم بوده به ما که همیشه ما کوشش کردیم در کارهای بکنم. شما مقاله زیادی نوشتین، کارهای علمی خیلی کردین. حالا دوست داشتین در مورد تعدادی از اونهایی که از این کارها، مقاله ها یا کتابی که نوشتین نام بگیرین یا کوتاه توضیح بدین؟ خوب، اگر من شروع از کار دکترای خود بکنم. دکترای ما موضوعش ژورنالیسم در افغانستان بوده. ژورنالیسم ما بسیار مسئله را تاریخی تحقیق نکردیم، بلکه بین میخواستم ببینم که ژورنالیسم که یا روزنامه‌نگاری که بین 2021 تا 21 به وجود آمده بود چه نوع ژورنالیسم بود در افغانستان. این بود کار دکترای ما که باز کتاب از هم چاپ شده. اگر یک طبقه بالاتر بریم، در مجموع موضوعی بوده که وقتی که کشورها در بحران هستند چه نوع ژورنالیسم اوجه به وجود میه و در مثال افغانستان با مشاهده کردم من. و به ما بسیار جالب بود در حوزه افغانستان ای که ما میدیدیم ژورنالیسم یا روزنامه‌نگاری که به وجود آمده بود تا آخره که ما اگر یک سقوط تجربه کردیم در افغانستان، تا آخر یک هویتی که از افغانستان باشه نتونست پیدا کنه. ما بسیار تو جمع میکنم، حالا دکترا 400 صفحه بود، بسیار چیزای مختلف داشت، لیکن یک نکته بسیار جالب که همیشه در موردش فکر میکنم امی بوده. ژورنالیسم یا روزنامه‌نگاری که در افغانستان ما میدیدیم طرحهای از او و ایده های همیشه از بیرون آمده بود، خصوصا از یک کانسپت امریکایی داشت. مثلا یک رسالت بسیار مهمی که هر ژورنالیست در افغانستان آدم میتونه پرسان میکنه یا میتونست آدم پرسان بکنه، از جوابشی بود که ما باید انتقاد کنیم. همیشه یک چیز بسیار امریکایی است، یعنی ژورنالیسم امریکایی. ما بسیار طالب کم ساده میکنیم این موضوع را. اگر باز پهلوش پرسان میکردین میگفت که وظیفه دومی است که ما اطلاع رسانی بکنیم و همونطور. و اینمی یک مشکل بوده. ما مثلا اگر مقایسه میکردیم که در جامعه چی حالت است، بسیار چیزای دیگی بود که برای یک ژورنالیست یا ژورنالیسم در افغانستان مهمی بود که او کارو بکنه، که این میتونه در کشورهای مختلف وقتی یک ژورنالیست سوال میکنه شاید نزدیکتر به واقعیت‌های جامعه باشه، لیکن در افغانستان نبوده و تا آخر هم تو ماند. و این یک چیز است که ما بسیار باید در موردش فکر کنیم
چیزی که بوده و او را دیده ببینیم که چی مشکل بوده که در آینده اگر باز فرصت میشه سر چی باید فکر کرد که چی باید باشه و این بودن از او هم میشه مدیریت شود. مثلا سیستم تدریسی ژورنالیسم باید سریزی فکر کنه وقتی که ژورنالیسم کسایی که در ژورنالیسم حوزه ژورنالیسم تحصیل میکنن باید چی برشان مهم باشه و برای از کدام نوع مهارت ها را باید داشته باشن. یا اینمی چیزایی بود که در افغانستان دیده نمیشد، بسیار تناقض بود، چیزی که یاد میگرفتن، چیزی که باید میکردن و چیزی که واقعیت های جامعه بود و ضرورت های جامعه بود. و این را ما یک رقم داخل بگویم کلیگویی نمی کنم، بسیار رسانه های بود که بسیار کار خوب میکردن لیکن متاسفانه بسیار کم بود از اون رسانه ها. کاری که کار خوب نمیکردن از اون رسانه ها بسیار زیاد بود و در اون و سیستم ها کسایی که کار میکردن او هم بسیار زیاد بودن که کارشان کار حرفوی نبود، کار مسلکی نبود و بگویم به خاطر از این بوده که امو سیستمی که یار تدریس میکرد یاد میداد او هم بسیار ضعف داشت، بسیار ضعف‌های بسیار مختلف داشت که اصلا کار نشده بود ولی بسیار مهمی بود و اینی بود کار دکترای ما. یک رقم بسیار حالا در موردش گفتم ولی حالا اگر کوتاه کنم بعد از او باز ما از موضوع افغانستان کمی بسیار کار کردم، کمی باز ما گفتم موضوعات دیگه که در آلمان در جرمنی بسیار مهم بود، دو حوزه ها رفتیم و کار کردیم که شاید اینجا شاید قدر جالب نباشه لیکن در 2-3 سال گذشته باز به خاطر سقوط و بعد از او چیزی که شد این موضوع باز به من بسیار جذاب شد و از یک زاویه دیگه در مورد ازی بسیار کار کردیم که اگر فرصت باشه در مورد ازو هم باز بگویم. درست. در خصوص ژورنالیسم کمی حالا ما بگم، چون من بیشتر که ژورنالیستی به اصطلاح آماتور بودم و از سال 13 بهار 98 حالا به صورت رسمی کار در یک رسانه همین روزنامه اطلاعات روز هست شروع کردم و یکی گفتن چرا بیشتر تحت تاثیر اون آمریکایی بودن ژورنالیسم افغانستان، شاید بیشتر به این دلیل باشه که حامیان مالی کار فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان آمریکایی‌ها بودن بیشتر یا غربی‌ها و سعی می‌کردن این کسانی که مسئول بودن در رسانه‌ها الاین کنه خود را، یعنی سازگار کنه خود با اون علاقه ها و اینترستی که آمریکایی‌ها داشتن. و جالبیه که حالا چون خب زبان رسانه‌ها در افغانستان بیشتر فارسی و یا پشتو بودن، تأثیری احتمالاً کمتر رو از ایران گرفتن، هرچند فضای رسانه‌ای در داخل ایران خیلی محدوده و فضا متفاوته با اون فضایی که مثلا آمریکایی‌ها می‌خواستن در افغانستان شکل بده. ممکن حالا تأثیرهایی رو از ایران هم پذیرفته باشن، بخصوص از رسانه‌های ایرانی که در خارج از ایران فعال بودن، ولی احتمالاً تأثیرها کمتر بوده. ولی خب بیشتر این حتی یک سری کارگاه‌های آموزشی رسانه‌ای که هم برگزار می‌شد از طرف نهادهای مثلا غربی آمریکایی هم شاید بیشتر به اون جنبه‌های فنی مسلکیش بیشتر می‌پرداختن یا تاکید می‌کردن بر مثلا انتقاد، افشا، نوشتن علیه فساد اینها. حالا درباره بقیه کارهایتان اگر میخواین نز اشاره کنین، از جمله البته آخرین کاریتان که بیشتر موضوعی گفتگوی ما امروز خواهد بود همین کتابی که اخیراً شما منتشر امی پیش از اینکه سر کارهای نو بیم اگر جمع کنم در مورد امی موضوع رسانه ها و روزنامه نگاری یا ژورنالیسم در افغانستان، مسئله ای بوده که چارچوب قانونی که 2001 به وجود آمده بود من فکر میکنم مشکل داشت در افغانستان، با واقعیت های افغانستان هم نوا نبود و بعد از او رسانه هایی که به وجود آمد رسانه های خصوصی برای ازای یگانه چیزی که بسیار مهم بود عاید بود، اقتصاد بود و اینمی یک مشکلی که این رسانه ها داشتن به خیلی مهمی بود، این میشد مدیریت شود. این معنی از این نیست که این رسانه ها به وجود نمی آمد،
لیکن این شاید بحث بسیار حال دور و دراز شود، لیکن میخوایم کوتاه بگویم که میشد مدیریت شود که پهلوی ازی که میتونن اقتصادی کار کنن، لیکن یگان مسئولیت های اجتماعی باید قانونی میشد و اینمی یک مشکل بود که سیستمی نوا بود و در چارچوب از او کسایی بودن که بسیار تعهد داشتن، کار خوب میکردن، لیکن سیستم یک نوع بود که باید همیشه آید در مرکز قضیه قرار داشت. و اگر ما همی چیز را مقایسه کنیم، یک نام شاید گرفتنش خوب نباشه نمیفهم، لیکن یک رسانه بسیار مهم افغانستان در بین 2001 تا 21 کار میکرد، بسیار کارهای مختلف کرد. امو رسانه به خاطر که آیدش ادامه پیدا کنه، آل در افغانستان ادامه پیدا میکنه، کار میکنه، کار خود ادامه داده و بسیار استدلالای مختلف میکنه و میخواه که یک رقم ایتو وانمود کنه که بسیار کار درست میکنه. نه، درست اصلا نیست. اگر منصفانه آدم کار ببینه، ایست که مهمی بوده که آید چیزی که پیش از او بوده امو تو ادامه پیدا کنه. اصلا مهم نبوده که او از کجا میه، یعنی امو منبع از او آیت از کجاست. و اینمی یک مشکل کلان بوده که رسالت نبوده، تعهد نبوده، تنها مهمی بوده که آیت باشه. و اینمی یک مشکل کلان در افغانستان من میدیدم که در آینده اگر فرصت پیدا میشه و در مورد ازی دیگه نوع فکرهای داشت و یک فلسفی دیگه در مورد ازی داشت. این یک عالم مهم سری موضوع که بعد از سقوط در افغانستان ما کردیم ای بود که من میدیدم که از یک طرف از تمام ساختارهای اجتماعی از هم پاشید در افغانستان که در چارچوب از او سیستم رسانه ها بود و یک چیز بود که یک تراژدی بسیار کلان بود از لحاظ اجتماعی و خصوصا از لحاظ شخصی و بسیار کسا در افغانستان، امی که تمام زندگی دار و نداره که داشتن از دست دادن از یک روز به دیگر روز و تمام چیزا باید میماندن و بسیار وقتایی که حتی یک چند ساعت وقت نداشتن، همه چیز بانن و براین از افغانستان و در کشورهای دیگه آمدن از همه چیز از صفر باید شروع میکردن. یک تراژدی بسیار کلان و پهلویش ای که یک تمام مشکلاتی که سیستم رسانه‌ای داشت دوجه که میتونه نقد بکنه، لیکن بسیار خوبیای خودم داشت که از بسیار از چندین لحاظ میتونید آدم بگه که واقعا قابل مقایسه نبود در منطقه، از لحاظ آزادی، نمیفهم مسلکی بودن و این نوعی چیزا او از هم پاشید. نه؟ و ایره در موردش بسیار نوشته شده. اگر کارهای تحقیقاتی از کارهای نمیفهم روزنامه‌نگاری است که چیزی که از هم پاشید، لیکن به من باز جالب بود که دیده شوه چی بود جنبه های مثبتش، یا که از هم از هر چیز هم میپاشه چی میتونه در این قضیه جنبه های مثبت دیده شوه، یک واقعیت که از جنبه های مثبت از چیز و اینجا بسیار چیزای خوبم داره که آدم میتونه ببینه و در موردش تحقیق کنه. این بوده که مثلا وقتی آمدن در بیرون بسیار کسا، خصوصا کسایی که در این سیستم کار میکردن، از خود رسانه ساختن. مثلا همین رسانه های که میتونه آدم بگه تبعید یا دیاسپورا و اینجا بسیار رسانه های مختلف است. رسانه هایی که نو کار شروع کردن اصلا نبوده، رسانه هایی که مثلا دوجه بودن آمدن بیرون مشکلات خود داشتن لیکن از تاستا شروع کردن کار و کار بسیار روز به روز خوب کردن میبرن. مثلا نمی رسانه اطلاعات روز 8 صبح نمیفهم اگر به طور مثال بگویم، لیکن بسیار رسانه های خورده که بودن آمدن در بیرون کار بسیار خوب میکنن. مثلا زن تایم مثلا نمیفهم رخشانه است اگر به صفت مثال استفاده کنم و پلوش رسانه هایی که بسیار کلان هستن، مثلا آمو تیویز نمیفهم افغانستان اینترنشنال است
که اگر اوجم بسیار نقطهای مختلف است، بخشهای مختلف، لیکن در مجموع فعال هستن، کار میکنن. و پهلویش ما میبینیم نهادهای بسیار مختلف هستن. نهادهای میتونه آدم NGO کشورهای مختلف کار میکنن. در آلمان هم مثلا تقریبا 200 نهاد است از کسایی که از افغانستان هستن. 200 نهاد، بسیار نهاد هستن در جامعه مدنی کار میکنن. این کنشگرای کاتگوری دوم است که در این قسمت کار میکنن، ارتباطات تولید میکنن. و در قسمت سوم ما میبینیم که کسایی که individual، یعنی شخصا یا تنها کار میکنن، این میتونه آدم باید اینفلوئنسر هستن. اینفلوئنسرها کم کار امی واژه نظری است، لیکن منظور ما ایست که مثلا یوتیوبر هستن یا در اینستاگرام یک کانال دارن، لیکن هزارها، صدها هزار کسا وارد تحقیق میکنن و برنامه تولید میکنن، ارتباطات تولید میکنن. این کاتگوری سوم است و اینجا آدم میتونه جمع کنه که یک طرف اگر همه چیز به هم پوشید، یک کم وقت گرفت، بعد از این وقت لیکن یک چیز دیگه به وجود آمده و ایره میتونه آدم انقلاب کوچک بگویه در بیرون شهر، بیرون افغانستان، که این امی کنشگرای مختلف رسانه‌ای، مدنی و شخصی آدم میتونه بگویه یک جای یک فضای عمومی جهانی افغانستان به وجود آوردن. و اوجا گفتمانهای مختلف، نظریات مختلف، نقدهای مختلف ما میتونیم بشنویم، ببینیم. و کسی که در یوزه کار کرده بسیار یک چیز جالب است، ایره مشاهده کنه آدم و ببینه که چی در جریان است. و در مورد ازی ما باز کارهای مختلف کردیم، به خاطر که یک طرف به من جالب است، من فکر میکنم از او که مهم است که در مورد ازی کار شود. و اینی می نوید کارها که اگر فرصت باشه ما میتونم با جزئیات برم باز کمی. اوکی. یکی ما همه تقریبا با این چیزها درگیریم، تمام مردم فارس، مردمای عادی، اونایی که در بخش رسانه فعال هستن نیست. اما وقتی که مثلا این کسی اینا را مشاهده منه، بررسی منه، مقاله منه، دستبندی منه، به نظر من به اهمیت از را بیشتر منه و خیلی جالبه که آدم اونا رو مرور کنه. بعد کارهایی که شما در این باره کردین بیشتر به زبان انگلیسی، آلمانی، به کدام زبانه یا به هر دوست؟ ما زبانی که همیشه استفاده میکنم زبان آلمانی است. بسیار چیزایی که من نوشتم به آلمانی است. مثلا همی سنبای شپیل میخواستم به آلمانی است، همی که یگان وقت میاد از زبان فارسی هم. میخوایم بگویم به صفت مثال همی دکترای ما به زبان آلمانی است. من همیشه فکر میکردم که اگر او به فارسی مثلا ترجمه شود، لیکن باز میگم که نه، بسیار کارهای نو میتونه آدم بکنه، باز او میتونه با فارسی باشه. مثلا او میخوایم بگویم که آلمانی بود و بسیار کارهایی که در مورد آلمان کردیم او هم به آلمانی است. لیکن کارهای 2 سال گذشته که کار ما میکنیم انگلیسی است. مثلا ما در مجموع 3 کتاب در این سال چاپ میشه. یک کتابی که در موردش صحبت میکنیم، بعد از او 2 کتاب دیگه هم چاپ میشه، همش به انگلیسی است. یک کتاب در 2027 چاپ خواهد شد که او هم به انگلیسی خواهد بود، یعنی کار انگلیسی. و لیکن من بسیار علاقه دارم که به فارسی هم چیزای چاپ شود. متاسفانه یعنی ژورنال‌های علمی به فارسی نیست که آدم چاپ کنه. من علاقه بسیار ندارم، مثلا در ایران میشه چاپ شود، لیکن اوجه اقدر علاقه نیست، لیکن به فارسی نیست. یعنی اگه یک چیز چاپ میکنه بسیار فرصتای خوب است. اطلاعات روز از 8 صبح که ما چندین چیز چاپ هم کردیم، بسیار خوشحال شدم که می همکاری را داشتم. یعنی میخوایم در فارسی هم چاپ شود یا با پشتو هم. و محتوای موضوعی جالب است که اگر ما بگویم افغانستان به صفت جغرافیا آل در دسترسی نیست و همین کسایی که هستن بسیار کسا در افغانستان او را من نمیگم، لیکن کسایی که حالا بیرون آمدن نه در دسترسی نیست. لیکن یک چیز جالبی که شده، تمام همی گفتمانا و بحث ها انتقال کرده به فضای مجازی.
از این لحاظ بسیار جالب است. دوم، ما گفتم پیشتر که ما حالا میبینیم که افغانستان یک فضای عمومی فرامیلی داره. این به این معنی است که ما اگر در افغانستان یک چیز میشه، مثلا در بدخشان هم حادثاتی که حالا چند روز پیش بعد از نمیفهم زیادتر از 5 دقیقه دوام نمیکرد که میبینیم که در بدخشان چی حالت است. اگر درست است نادرست است یک مسئله جدا است، لیکن ما میبینیم که چی جریان داره، حتی تصویرهای از اون محل میبینیم. یا مثلا در استرالیا کمیونیتی افغانستان یک برنامه داره، ما میتونیم ببینیم. یک رسانه است، یک نهاد است به نام نهاد باختر، باز او یک رسانه هم دارن، بسیار برنامه مختلف دارن. ما میفهمیم که در کمیونیتی افغانستان در استرالیا چی جریان داره، خصوصا کسی که اگر برای جالب است، حالا هر کس نمیبینه. یا مثلا در لندن چی حالت است، یا در امریکا، حتی در کشورها مثل اندونزیا هموطنایی که از سالها مثلا اونجا بند ماندن نمیتونن برای مثلا تظاهره میکنن، ما میبینیم در آلمان که چیه. اینمی یک فضای عمومی افغانستان است و نه تنها در افغانستان بلکه تمام کشورهای جهان. و یک چیز سیومی که بسیار جالب است ای است که ما بار اول میتونیم چیزایی را مشاهده کنیم که از پایین به بالا میان. یا ما همیشه در مورد افغانستان اگر چیز شنیدیم، ما در مثال امی نورستانی پشه‌ای گفتم که همیشه یا از بیرون بوده، محققین خارجی در مورد افغانستان نوشته بودن یا و تعریف کرده بودن که افغانستان چی است، که این زیادترینش از یک چارچوب استعماری می آمد یا پسا استعماری، لیکن همیشه از بیرون بوده. که درست یا نبوده یا نکنه مسئله جدا، لیکن همین یک واقعیت بوده. یک اگر در داخل افغانستان ما ببینیم، چیزی که در مورد افغانستان گفته می شد همیشه یا از کسایی که در سیاست بودن یا کسایی که روشن فکر بودن، یا لیکن در عمق جامعه چی از مردم در مجموع چی فکر میکنن بسیار کم کار شده. یا و اینی را ما میتونیم حالا در فضای عمومی ببینیم که شما اگر مثلا یک روشن فکر در افغانستان یک چیز نوشته میکنه در مورد یک چیزی یا در مورد هویت، شما میتونید با زیر ببینید که مثلا 500 تا 1000 تا 2000 کامنت میشه و اوجا بسیار کسای مختلف هستند که او را نقد میکنن یا او را بس پشتیبانی میکنن. این یک چیز است که امو میتونه آدم بگه واقعیت برهنه یا اشکار جامعه افغانستان است. لیکن اینجا یک حالا باید کم مبالغه نکنه آدم، ما میفهم که تمام کسا دسترسی ندارن در اینترنت یا فضای عمومی، هنوزم بسیار کسا هستن که نیستن در اوجا. لیکن بازم اگر مقایسه کنیم با دوره های گذشته، این کمی وسیع‌تر شده که میتونه یک قسمت وسیع جامعه در اینجا دخیل است و این گفتمان دخیل هستن و میخواین بگوین نقد کنن و این از این لحاظ بسیار جالب است که در این مورد تحقیق شود، دیده شود که مثلا امی کی هستن، چی می نویسن، کدام موضوعات است که مثلا در موردش صحبت میشه و در مورد این موضوعات چی رقم فکر میشه. و ای ما گفتم تنها از کسایی نیست که همیشه در سیاست بودن، همیشه در روشن فکری و نمیفهم در روشنگری کار کردن و فکر میکردن که تنها امو در مورد افغانستان گفته میتونن، بلکه اینجا کسایی هم هستن که از این کاتگوری نمیان لیکن برای گفتن یک چیز دارن و این مقایسه کردن در مورد تحقیق کردن مقایسه کردن بسیار جالب است و کارهایی که ما کردیم در اینمی قسمت بوده. یک دو سوالی کمی شخصی تری که در مورد زبان ها شد. شما مثلا گفتن به آلمانی بیشتر نوشتید و همچنین به انگلیسی نیز به فارسی نیز. بعد چقدر زبان خودتان میتونن حرف بزنین، گفتگو میکنین، بلد هستین؟ و این که این زبان های متفاوت وقتی که سویچ میکنین از این زبان به او زبان چطور هست برایتان؟ کل زبان و یکی از اونها اگر بپردازین در خصوص زبانی پشه‌ای چه مثلا به زبان پشه‌ای هم گاهی حرف میزنین با خانواده، نمیدونم بستگان. این سوال بسیار
خوب است. خصوصا به ما در مورد ازی بسیار ما فکر کردیم. زبان مادری ما پشه‌ای است. خب و ما یک رقم حالا که سرش فکر میکنم همیشه یک احساس تبعیض ما داشتیم از امو این که ما اولین بار در مکتب ما مثلا پشتو بعد از او در کابل ای بوده که امی احساس تبعیض برزی بوده که مثلا زبان مادری ما پشه‌ای است، لیکن بازم توقع از جامعه ای بوده که او مهم نیست، باید فارسی و پشتو وقتی صحبت میشه باید پرفکت باشه مثل کسایی که زبان مادریشان است. و ای هم به ما یک رقم یک واقعیت عینی بوده که باید امو تو باشه. تا وقتی ما یک فکر کردم که اصلا نه، ما چرا مثلا مثل کسی که مثل زبان مادریش پشتو یا فارسی صحبت کنم. درست است که ما باید صحبت کنم بطور زبانهای اجتماعی و رسمی بودن، درست، لیکن این معنی ازی نداره که پرفکت باشه، مثلا تا لحاظ لهجه و نمیفهم این نوع چیزا. نه ما باید امیر قبول کنم که تو نمیشه، یک واقعیت است، زبان مادری من نیست، این که کم لهجه است. ما بسیار امی 2-3 سال گذشته امیر یک رقم امیر درک کردم از صفت واقعیت و یک رقم به من راحت تر بود که امیر قبول کنم. مثلا در مال فامیلم یگان صحبت میکنیم، یک برادر ما و برادرای کلانتر از ما فکر میکنم او بسیار خوبتر صحبت میکنم در فارسی، نوشتن، صحبت کردن پرفکت میتونه آدم بگه که وقتی صحبت میکنه شاید احساس نشه که زبان مادریشان پشه‌ای است. لیکن ما امی که بسیار باز ما جوان بودم آمدم آلمان و حال آلمان هم 32 سال است و تقریبا 20 سال اول ما هیچ اصلا تجربه نداشتم با فارسی و پشتو. یا و یک رقم باز بعد از او علاقه شد که اساس پس ایره ما چی کنم خوب شود. ما همیشه تمرین کردیم و حالا مثلا صحبت که میکنم، لیکن این قبول کردیم که پرفکت نیست، یک لهجه داره و این نرمال است به خاطر ازی که یک زبان مادری من نیست و دومی که ما بسیار وقت آلمان بودیم و دومی که چیزی که من نوشته میکنم مثلا هیچ امکان نداره که او نشر شوه. من باید یک کس را بتم که او را یک کسی که فارسی درست میفهمه او را ورایش کنه و این بسیار مهم هم است که من یک چیزی اگر نوشته میکنم باز ورایش میشه، مثلا در اطلاعات روز چیزی که چاپ میشه این و چیزا. و این یک مثال است که ما باید یک رقم بپذیریم که بسیار کسا که دیاسپورا مثل ما مثلا سالهای سال در افغانستان نبودن که ما از او توقع داشته باشیم که امو زبان از صحبت کنن، چیزی که مثلا در کابل بوده در 20 سال گذشته که او جمع یک تغییرات زبانی به وجود آمده. مثلا زبانی که پیش از 2001 بوده فرق میکنه با زبانی که بعد از 2001 به وجود آمد، که کسایی که از ایران آمدن و از بیرون آمد. یعنی زبان در مجموع همیشه در حرکت است، همیشه در تغییر است. و حالی که میبینم در دیاسپورا ما باید یک رقم یک تفاهم به وجود بیاید که کسایی که نبودن در افغانستان زبانشان شاید یک رقم باشه، کسایی که در افغانستان بودن یک زبان دیگه است و حالی که بیرون آمدن در مجموع چطور در مورد زبان ما فکر کنیم و چی نوع زبان میتونه خوب باشه. و یک چیزی که فکر میکنم مهم است تفکیک هم شوه که یک زبان علمی میتونه یک زبان دیگه باشه که یک زبان رسانه‌ای مثلا. این هم بسیار جالب است که مثلا در حوزه علمی فارسی به من خصوصا بسیار مشکل است صحبت کردن به خاطر واژه هایی که مثلا در حوزه ماست باید ترجمه شوه و باز اگر ترجمه میشه بسیار مشکل است که واقعا آدم فکر کنه که امو است یا نه، انتقال درست بوده یا نبوده، این نوع چیزا. و لیکن یک زبان یک مسئله است فعلا، نه که یک کس یک چیز نشته میکنه و زیر کامنت میگه گیر غلط کردین و اینی درست نبوده، لیکن امی که درست است یا نیست کی امیر تصمیم میگیره هنوز معلوم نیست، به خاطر واقعا فکر بسیار مختلف است در مورد زبان.
آره من مثلا بانک زبان مادری از من فارسیه و من همش 4.5 سال نام شدم مهاجرت کردم به آمریکا. درس به فارسی، آموزش به فارسی. و بعد من اصلی کارم در روزنامه مثلا ویراستاری بود، ویرایش زبان تکست. و نه تنها در رسانه که در دیگه مجله ها، در انتشارات هم، در ویرایش کتاب اینها مثلا همین شغل و درآمدی می بوده. ولی مثلا همین 4.5 سال و اینا که میشم آمریکا، مثلا من بعضی ورکشاپ های کلاس های که من به زبان انگلیسی گرفتم، به خصوص درباره روش تحقیق یا ریسرچ متدولوژی، یا مثلا اخیراً یک تحقیق را سعی کردم به زبان انگلیسی بنویسم. و حتی برای من سخته که علمی ترم هایی که مخصوص اون ورکشاپ، مثلا چند ورکشاپ ریسرچ متدولوژی که ما مثلا گذراندم، گاهی اگر بخوایم اون رو با دوستانم به فارسی توضیح بدم، برای من دشوار میشه. یا مثلا ریسرچی که مثلا من یک را انجام دادم، او هم برای من مثلا دشوار بود توضیحش به فارسی، به خصوص مثلا اون ترم های کمی اختصاصی. من مخصوص یک چیز دیگه در خصوص زبان مخصوصا بفهمود در شما، مثلا اینطوری فهمیدیم که خود زبان های زیاده در شما بلدن بهش حرف بزنن: آلمانی، انگلیسی، پشتو، پشه‌ای، فارسی، حالا 5 تاشه فکر اونو. کدام از اینا رو بیشتر از همه فکر می‌کنین بلدین، راحت ترین، پیشن طبیعیه، یا به مو تخیل فکر شما، یا خواب که می‌بینین به کدام از زبان ها می‌بینین؟ یا اگر امیر امروز یک رقم ما فکر کردم این سوال خواهد آمد، باز من واقعا گفتم که واقعا چی است. من فکر میکنم اگر بگوین، اگر سوالی باشه که در کدام زبان راحت خود احساس میکنید، واقعا پشه‌ای است. پشه‌ای یک چیزی است که من میتونم یک واژه را استفاده کنم، کسی که پشه‌ای میفهمه مقابل مثلا از فامیل، او امو یک واژه میتونه مثلا یک قصه را بگویه، هیچ مجبور نیست که ما بسیار در موردش صحبت کنم، بسیار چیزا رو میگه. و اینمی یک چیزی که بسیار در موردش فکر نمی کنی، اما تو طبعا یا بیخی طبیعی صحبت میکنی، برای زمین راحت است، پشه‌ای است. اگر بگوین که زبان بسیار خوب درست یاد گرفتی و میفهمی، آلمانی است. هم در نوشتن، هم در گفتن، نمیفهم صحبت کردن، حوزه علمی. آلمانی یک زبان بسیار مشکل است که من فکر میکنم شاید آلمان ها خودشان هم که اصلا بسیار مشکل دارن وقتی که در مورد سیستم زبان صحبت میشه یا نمیفهم فکر میشه یا گرامر. لیکن کسی که بسیار یاد گرفته، یعنی تا آخر که 100% یاد گرفتن آلمانی غیر ممکن است. لیکن باز هم من فکر میکنم که آلمانی بسیار خوب یاد دارم. بعد از او فارسی و بعد از او پشتو و کم و کم انگلیسی. من انگلیسی هم یاد دارم. لیکن انگلیسی را من کم چیستم کار میکنم کم خوبتر یاد بگیرم. من که همی زبان آلمانی قدر مصروف بودم که هیچ وقت نمانده یک زبان دیگه خارجی را یاد بگیرم، که این کم مشکل هم است، به خاطر بسیار کارهایی که میکنم فعلا انگلیسی است. و در انگلیسی هم که یک چیز می نویسم او هم باید برایش شود، یعنی تو انگلیسی پرفکت ندارم یاد من. لیکن اینی اگر تو طبقه بندی شود این نوع بود که پشه‌ای، آلمانی، باز فارسی و پشتو و کمتم انگلیسی. و یک سوالی کوتاه، ای که از کار خود در دانشگاه بگوین، بعد میریم در مورد این کتابی حرف بزنیم. دانشگاه در دانشگاه لایپزیگ ما مشغول کار هستم. فعلا کارهای تحقیقاتی بسیار زیاد میکنم. من تحقیق همی که جمع کردن ارقام است، تحلیل و تجزیه ارقام است و نوشتن در چارچوب کتاب، مقاله یا رساله های علمی و رساله هایی که در روزنامه های مختلف چاپ میشه در آلمان و گفتم افغانستان هم مثلا در اطلاعات روز. تدریس در یک سال گذشته کم کردیم. تدریس علاقه بسیار زیاد دارم، لیکن ما وقتی باز تدریس میکنم که یک موضوع جالب باشه، لیکن وقت باز کم میمونه. وقتی که تحقیق بسیار زیاد باشه باز وقت کم میباشه، برای همین تدریس کم کردیم. لیکن پهلویش باز یک چیز سیومی که بسیار ما کردم او مدیریت بوده. مدیریت علمی میگن، ساینس منیجمنت، بسیار کار کردم.
به خاطر که ما پروژه های مختلف علمی داشتیم در این 3 سال گذشته، خصوصا در مورد افغانستان. یکی از پروژه های بسیار خوب و مهمی که ما داشتیم همین 2-3 ماه پیش ختم شد تو، لیکن پیش از او 3 سال دوام کرد، 3-3.5 سال. در چارچوب از او 6 محقق از افغانستان کار میکردن که از او با 3 نفر حال کار دکترا رو شروع کردن و او کسایی بودن که در افغانستان درس میدادن، کارهای روزنامه‌نگاری میکردن، بعد از سقوط آمده بودن آلمان و یک فرصت برای از او مهیا شده بود که کارهای خود بتونن ادامه پیدا کنن و اینجا یک رقم بتونن در سیستم علمی آلمان خود ادغام کنن و کریر خود بسازن. و پهلوش ما گفتیم که ما بتونیم یک چیز بنویسیم، هم تولیدم کنیم و از همون کتابی که پیشتر یادآوری کردم که او هم چاپ میشه در این سال، آخری سال، یک کتاب در مورد فضای عمومی افغانستان بعد از سقوط است، از جنبه های مختلف نوشته شده، تحقیق شده، نوشته شده و در چارچوب کتاب باز چاپ میشه. ای بوده و در مجموع ما مسئول یک مرکز تحقیقاتی در دانشگاه لایپزیگ هستم. اگر درست‌تر بگویم در دانشگاه لایپزیگ هم در مجموع است، در چارچوب از یک دانشکده است به نام Communication Media Studies، جایی که حالا ما ششتیم که این اینستیتوت تقریبا 2000 محصل تحصیل میکنه و او این اینستیتوت باز 2-3 مرکز مختلف تحقیقاتی داره که یک مرکزش مسئولش ما هستم که او مرکز موضوعش Communication for Social Change است، ارتباطات برای تغییر اجتماعی و اگر به فارسی ترجمه شود. و این مرکز در 3 بخش کار میکنه. بخش تحقیق است که ما برنامه‌های مختلف تحقیقاتی داریم، بخش دوم تدریس است و بخش سوم هم انتقال دانش است که انتقال دانش ما میگیم همین نتایجی که ما در تحقیقات به دست میاریم بتونیم به گفتم به شروع همین صحبت ما که به نهادهای مختلف و گروه های اجتماعی انتقال بدیم که از این استفاده درست شود و پهلویش از او بشنویم که چی میتونه در موردش تحقیق شود، سوالایی که دارن، ایده هایی که دارن. اینی از او مرکزی که مسئولش هستم و این کارهایی که در دانشگاه لایپزیگ است. درست. خب ما در 5مین سالگرد سقوط افغانستان یا بازگشت ظفرماندنی طالبان هستیم. اولی که نگاه شما به این سقوط یا تأثیری که از او گرفتن آن را از جمله شخصی، احساسی، چه رقمه این سقوط چه تأثیری برای شما داشته؟ اول ای که ما امی سقوط به من باور کردنی نبود. به یادم است که یک هفته پیش از 15 آگوست 2021 یک برنامه بود، نمیفهم طلوع بود یا یک رسانه دیگه در افغانستان نشان میداد که در بدخشان در میدان هوایی یک طیاره استاد است و مردم صدها یا نمیفهم بیش از 100 نفر میخواین در این طیاره بالا شوند و یک رقم در حالت گریز هستن و این حالت که ما دیدم در آلمان میدم یک رقم تو ذهنم رسید که این فقط تو واقعیت نباشه، یک رویا واره. لیکن من نمیفهمیدم که شروع همون سقوط است که یک هفته بعد که از هم پاشید همه چیز در افغانستان. و من گفتم به من شخصا در قدم اول باور کردنی نبود، لیکن من باز کم در موردش فکر میکردم، کم زیادتر فکر کردم. یک چیز واضح بود که این سقوط تنها سقوط نبود که در آگوست 2021 به وجود آمد یا همون چیزی که شد، بلکه در 2021 هم نبود، در 2014 هم که میگن که قوای
جهانی از افغانستان شروع کرد که افغانستان تنابانان براین، بلکه سالها یا صدها سال پیش از او شروع شده قضیه. و اینمی بود که همیشه به من سوال بود که در مورد ازی کمی عمیق‌تر فکر شوه. و امی عالمه در مورد کتابم باز به من این مهم بود که ما باز ایره در موردش اینا فکر نکنیم که ما بشینم یک چیز بنویسم در موردش. این کارم میشد که ما کاری بکنم، لیکن ما فکر میکردم مهمتر ایست که ما از کسای بشنویم که اوجا بودن، در امو جامعه بودن، در سیستم های مختلف که در جامعه بود، سیستم سیاسی، رسانه‌ای، نمیفهم نظامی، در اوجا او تجربه داشتم، از او بشنویم که چی بوده مسئله. و وقتی امی 2023 بود که ما از برنامه‌های مختلف تنظیم کردیم تا بتانیم فضاهای را به وجود بیاریم که در اوجه کسایی که حالا در آلمان زندگی میکردن بعد از سقوط افغانستان باید ترک میکردن و میامدن در کشورهای مختلف و زیادترینش در آلمان بودن و از آن بشنویم که ما برنامه‌های مختلف داشتیم و باز سریزی فکر کردیم که این تنها در برنامه نمانه، اما روزی که صحبت میشه بلکه در چارچوب یک کتابم سرش کار شود که باز امی ایدی کتاب آمد که ما باز کار کردیم و آل نشر شده او کتاب. خب یعنی این کتاب تقریبا از اون نشست های حضوری که شما می گرفتین، آیا مثلا کسانی اونجا مثلا ارائه داشتن، پریزنتیشن داشتن و تقریبا او کارها را یا شاید در کنار از اون کارهای دیگه را یک جا کرده در کتاب کتابش که منتشر کردن میشه اینطوری ترجمه کرد که فروپاشی افغانستان، دیدگاه های از دیاسپورا. و همچنین البته این دیاسپورا که شما میگین کسانی هستن که در افغانستان زندگی میکردن، سقوط رو تجربه میکردن و بر اثر اون سقوط مهاجر شدن. بله. و مجموعی از مقالات، فکر کنم 11 مقاله. بله. و البته من یک مروری خیلی سرسری که داشتم، یکی از نکاتی که از نظر از من جالب و مهم بود که دیدگاه های متفاوت رو اونجا مثلا بازتاب داده. حالا ما نمیدونیم، دقیق نخواندیم که این دیدگاه ها در مورد میتونن ناقض هم باشه، یعنی متناقض یا ضد هم هست یا نه، ولی حداقل زاویه های متفاوت رو گشوده و یعنی نورهای متفاوتی از زاویه های متفاوتی مثلا بر سقوط تابانده که در فهم از او آدم رو مثلا فرض کنه در برخی مقاله عوامل خارجی، برخی مقاله عوامل داخلی که همون چند عاملی بودن یا در درک پیچیدگی سقوط خیلی خوب میتونه مخاطب را از نظر ما کمک کنه. از نظر خودتان مثلا اهمیت کتاب در چیه؟ بله. اهمیت این کتاب در این امی است که ما پیشتر اگر کمی بیم باز سریزو به ما مهمی بود که چرا همه چیز از هم پاشید و اقدر زود و سریزی باید بسیار دقیق فکر کرد، بسیار عمیق. یک و دومی که این نمیشه تنها از یک زاویه تحلیل و تجزیه شود، خاطر از زوایای مختلف باید سریزی فکر شود. و اینمی فضایی که ما داشتیم، ما برنامه بسیار مختلف داشتیم، لیکن خصوصا ما یک سمپوزیوم داشتیم در سال 2023 در دانشگاه لایپزیگ. اونجا ما 20 تا 25 میتونم بگم صاحب نظر دعوت کرده بودیم که در مورد ازی بگوین نظریات، دیدگاه هایی که داشتن و دیدگاه هایی که حتی باید نباشه که همیشه یکسان باشه، بلکه حتی مقابل دیگه هم باشن. این تو یک چیزی ما تنظیم کرده بودیم و یک چیز بسیار مهم که در اوجه و در مجموع است که ما بسیار کوشش میکنیم در برنامه و هر چیزی که ما میکنیم که کم در کم 50% زن باشن در برنامه. من فکر میکنم حالتی که افغانستان فعلا است و در آینده
هیچ امکان نداره که در مورد افغانستان فکر شوه اگر اینمی کار نشه که ما در کم 50-50 باید همیشه باشه. ما مسئله ای نباشه که در مورد فکر شوه، بلکه همین مشارکت به وجود بیاید. وقتی که ما برنامه رو می سازیم یا یک کتاب، بسیار مهم است که همین مشارکت واقعی باشه و در او برنامه می کوشش ما کرده بودیم که همونطور هم بود. و باز ما بعد از او از همین کسایی که اشتراک کرده بودن خواهش کردیم که اگر بتونن همین چیزی که ارائه کردن در چارچوب یک رساله با ما بفرستن و باز کسایی 20-25 نفر بود. در آخر همین 11 رساله با ما فرستاده شد. متاسفانه ما میخواستیم 10 کسان باشن در این چارچوب که باز او نتونستن، بخاطر که من گفتم باز 21 بسیار کسان نو آمده بودن، بسیار مشکلات دیگه داشتن، لیکن 11 نفر تانستن. بخاطر کار ساده هم نیست. وقتی یک چیز تو علمی نوشته میکنه بسیار کار مشکل است، بسیار حوصله میخواد، باید چندین بار در مورد صحبت شوه، باز اصلاح شوه و رایش شوه. بازم تانستن که من بسیار تشکری میکنم از همه کسا در او حالت بازم این کار کردن و در چارچوب از این کتاب با ما این همکاری رو داشتن که باز نشر شد. و همین با ما همین بسیار مهم بود که یکی از داخل، از زوایای مختلف، از حوزه های مختلف در مورد از موضوع فکر شوه و این نوع گفتمان ها انتقال داده شوه و بیرونم. مگر در شروع گفتم که افغانستان بسیار چیزایی که در مورد افغانستان است یک نواخت از کلیشه‌ای است که ما همین موضوعات مختلفی که در داخل افغانستان است در موردش گفتمان ها جریان داره انتقال بدیم به بیرون. برزمی هم به انگلیسی هستی کتاب بتونن کسایی که در آلمان در مورد افغانستان علاقه دارن یا در اروپا در امریکا بخوانن و ببینن که چی از موضوعات، چی از موضوعات اصلی منازعه در افغانستان و بسیار موضوعاتی است که مثلا از بیرون فکر میشه مهم نیست او چیزای داخلی، لیکن من فکر میکنم او موضوعات است که در مورد از او باید فکر شوه و اینمی یک مسئله بود که ما میخواستیم در کتاب گنجانیده شوه این موضوعات. آره، شما از شروع تا حالا چند بار گفتین که مهمه که وقت درباره یک مردم، جامعه یا کشور حرف زدن شده، اون نگاهی که از اون زمینه میه، از کانتکست میه، زمینه من باشه، کانتکستوالایز باشه مثلا، که قطعا اون خیلی مهمه. اما خب نگاه هایی که از بیرون برای یک گروه یا قوم یا نمیدونم یک کشور میشن، مثلا نمیدونم مشکلش چیست یا خالی از اهمیت، دست کم نیست. ممکن اون نگاهی زمینه‌مند که کانتکست رو بفهمه مهمتر باشه، اعتبار بیشتری داشته باشه. ولی خب موارد میشه اینطوری هم باشه که نگاه هایی که از بیرون برای یک وضعیت، برای یک رخ داد، برای یک واقعه نوشته میشن یا پرداخته میشن هم خالی از اهمیت نیست دیگه، مگر نه؟ یا ما اینجا دیدگاه مختلف است. مثلا کسایی که امیر میگن که دیدگاه ها زیاد از بیرون بوده و بسیار کلیشه‌ای و نمیفهم استعماری و این و نقطه، این درست است، لیکن من فکر میکنم مسئله یک چیز دیگه است که او بوده، او را میتونه در مورد صحبت کنه، بسیار چیزا رو نقد کنه، لیکن مسئله یک چیز دیگه است که ما بسیار دیدگاهایی که از داخل جامعه میان او کم بوده. تا در گفتمانایی که در مورد افغانستان در اروپا، در آلمان، در امریکا، هر جای از بیرون که گفتمان در مورد افغانستان است، یک چیزی که کم بوده اما دیدگاهایی که از داخل است و او دیدگاهایی که چطور میتونم بگویم اشکار است، تو واضح، اونو کم بوده و برای زمین گفتمان ها مکمل نبوده. و مسئله هم است که ما تا که میتونیم و کسایی که علاقه دارن، خصوصا کسایی که در حوزه علمی نمیفهم روشنگری کار میکنن، تا که میتونن این گفتمان ها رو باید انتقال بدن و چارچوبای مختلف. مثلا زبان مهم است که زبان آلمانی نمیفهم و انگلیسی نمیفهم، در کسی در نروژ کار میکنه و نروژی نمیفهم سویدنی،
ما باید این انتقالا را از داخل و بیرون بکشیم که تا بتانیم همین تصویری که در مورد افغانستان است، اگر می‌خوایم در از مدت تغییر بکنه، باید این کار باید شوه. یا یک مسئله دوم ای است که وقت این موضوعات انتقال داده میشه و خواسته میشه که در چارچوب‌های مختلف در مورد ازو فکر شوه و نمیفهم خوانده شوه، او چوکات ها معیارهای مختلف دارن. یا و مثلا اگر یک چیزی در یک مجله علمی چاپ میشه، او مجله علمی هر چیزی که اوج انتقال میشه او بررسی میشه، یعنی ریویو میشه. او باید کیفیتش خوب باشه، اما معیارهایی که از باید مد نظر گرفته شده باشه که تو از او قبول شود و نشر شود. یعنی ما میخوایم تنها زبان کافی نیست که با زبان انگلیسی، بلکه او معیاران باید مسلکی خوب باشن تا بتونه باز چاپ شود. نه از این لحاظم، یعنی همین راهی که باز روایت در مورد افغانستان مکمل تر شود و حتی دیگر شود، راه بسیار دور و دراز است. این در یک سال دو سال نمیشه، لیکن دراز مدت بسیار امکانات است، خصوصا در دیاسپورا کارهای شود که واقعا مکمل تر و دگرگونی به وجود بیاید. این گفتمانایی که از بیرون است و این باید هم شود و میبینم که انگیزه هم بسیار بالاست. در حوزه های مختلف بسیار فعالیت های مختلف جریان داره فعلا، در حوزه علمی، در حوزه رسانه‌ای، در حوزه مدنی، برنامه های هنری، نمیفهم بسیار چیزهای مختلف در همی دیاسپورای افغانستان، در فضای عمومی افغانستان دیده میشه که من فکر میکنم یک چیز بسیار جالب است در سالهای آینده ای رو تعقیب کند. آره، کتاب به صورت عموم در دسترس، حالا چی در وبسایتتان یا لینکش در شبکه‌های اجتماعیتان به زبان انگلیسی و به نظر من خیلی خوبه دوستانی که علاقه‌منده داشته باشه بخونه. سوالی که خلق میشه یک کتاب نسخه فارسی هم خواهد داشت؟ متاسفانه نه. ما ایره تو کم فکرم کرده بودیم که ایره ترجمه کنیم به فارسی، لیکن باز ما با فکر شدیم که چی خوب میشه اگر یک چیز بعد از این چاپ میشه او باز به فارسی باشه و او باز لیکن موضوعات دیگه را در موردش فکر شوه و کار شوه. مثلا در این کتاب ما بسیار در مورد چالش ها صحبت کردیم، بسیار سوال های مختلف مطرح کردیم، بسیار سوال شده. من امروز یک صحبت با یک رسانه داشتم، یک دقیقه تیر نشده بود، گفت خب موضوع چی است؟ گفت راه حل چی است؟ در هر چارچوب در افغانستان وقتی یک مصاحبه از صحبت از باز هنوز یک راه حل گفتیم. ما راه حل در این کتاب شاید بسیار کم یا اصلا نه، ما بسیار سوال کردیم، بسیار سوال. من فکر میکنم وقت عزیزی که سوالای درست مطرح شود و بسیار سوال است که باید مطرح شود. شاید صدها کتاب در مورد سوال ها باید نوشته شود که اول مسئله معلوم شود که چی است و بعد از او باز میتونه راه حل از او برآیند از این نوع سوال ها باشه. لیکن ای که ما راه حل پیشنهاد کنیم، بسیار راه حل که راه حل نبودن، اگر می بود خوب باز در این حالت نمی بودی کشور. و این نمیست که من میگم که وقتی ما یک کتاب دیگه اگر چاپ میکردیم میشه در مورد راه حل و ایم که مثلا همی کسایی که نشته کردن که چی از مشکل چی از مسئله، مثلا بریزا بگویم که حالا شما چی فکر میکنید راه حل چی میتونه باشه، یا باز ایتو از بالا و پایینه بلکه بشنویم از زوایای مختلف. نی در مورد ازی باز نشته شد او باز با فارسی باشه و حالا بسیار میبینم که انتشارات بسیار خوب هست که فعالیت شروع کردن. کتابایی که در مورد افغانستان به فارسی چاپ میکنن، مثلا با کتیزا همکاری شوه و این کتاب چاپ شوه. درست. هر وقت بحث سقوط افغانستان میآید، یک نفر خیلی سری زبان هاست که اون رئیس جمهوری سابق افغانستان آقای محمد اشرف غنی
هست که همه کاسه کوزه ها را سر از اون میشکنه، بسیار سرزنش میشنه، ملامت میشنه که این آدم معامله کرد، فروخت، فرار کرد اینا. البته خب میشه گفت بی تقصیر نیست. خودتان مثلا نقش ایشان را در سقوط و او هم به این شکلش چطور ارزیابی میکنین؟ دوست دارین در بیشتر بزنین اشاره ای داشته باشین؟ ما این سوال که ما دیدم گفتم اول اصلا جواب بتم یا نه در مورد ای قضیه یا در مورد ای شخص. اول فکر کردم نه اصلا هیچ برای گفتن ندارم من، لیکن باز کم اگر تو دیگر رقم تو باز گفتم نه شاید چرا نمیشه آدم بگوید یک نظر داشته باشه. مسئله ایست که اگر ما تو چیزی که میبینم اولی است که بسیار نظریات مختلف است که میتونه آدم در دو بخش یک رقم جمع‌بندی کنه. ما امی سوال به کسی که همکار ماست دیروز در مورد صحبت میکردیم، این صحبت هم همین بود که اگر میشه آدم در دو کاتگوری تقسیم بندی کنه، کسایی که میگن که مخسر اصلی همی بوده که در حالا هر چی بوده در مسئولی دولت بوده یا رفت همه چیز ان پاشید، و کسایی هستن که ایره برعکس میبینن که نه همه چیز هم پاشیده بود و ای هم باید میرفت. اگر نه باز همیشه مثال دکتر نجیب هم میارن که باز اگر نه عین قضیه سریزی هم میشد، و ای که حالا کدامش درست بسیار مشکل باشه. لیکن یک چیزی که جالب است، من هم سر همی حوزه خودم چی از در فضای عمومی در مجموع چی فکر میشه و میتونه آدم ایتو نتیجه گیری کنه که امی گزینه اوله بسیار مردم اما تو میبینن. کسایی که من و ایره یک رقم دیگه وانمود میکنن خصوصا کسایی هستن که در او سیستم بودن و بسیار نزدیک بودن به اشرف غنی. مثلا دیروز ما یک فرمات از پادکست امی وحید عمر که سخنگوی از او بوده و او یک کسی که همیشه در دوره های مختلف سخنگو بوده، بسیار تو تشریحات مختلف میداد که یک رقم وانمود کنه که واقعیت بوده که باید مبرامد، اگر نه مثل دکتر نجیب میشده و این نوع چیزا. لیکن در مجموع مردم میبینن که این مسئول این سیستم بوده و بسیار وعده های مختلف داده بود، خصوصا در شروع که 2014 ای انتخابات بود و یک کسی که یک رقم فکر دیگه داشت، صحبت دیگه رقم میکرد، بکراند اکادمیک داشت، بسیار تو اعتماد داشتن مردم که یک تغییر میه. و ما به یادم از سخنرانی هایی که داشت بسیار چیزایی میگفت که واقعا مردم فکر میکردن که یک تغییر میه و تا سقوط همه چیز برعکسش به وجود آمد و این میتونه آدم هر رقم فکر کنه، لیکن نتیجه رو میبینیم که چی بوده و این رو نمیتونه آدم انکار کنه و این رو در همی فضای عمومی هم ما مشاهده میکنیم. و اینی از چیزی که میتونم در مورد اشرف غنی بگویم. آره، چون البته خب من شخصا فکر کنم یک بایاسی شاید زیاد علیه اشرف غنی دارم. در همون وقتی که سقوط انجام شد، حالا من یک یادداشت کوتاهی نوشته بودم که میگفتم که غنی چی نقشی داره و او وقت البته عالم کم و بیش فکر کنم قطعا که سقوط عوامل بسیار متعدد و پیچیده و چند لایه‌ای داره که همه‌اش قابل بحثه، ولی خب نقش اشرف غنی نیز میتونه قابل بحث باشه. اما مثلا اشرف غنی با چیز که وقت مثلا به شکلی گذاره نوشته بودم این بود که با مثلا فساد، با انحصار طلبی، با لجاجت، با مثلا خودشیفتگی بسیار زیادی که داشت و با اقتدار طلبی خیلی بود، میخواست همه قدرت رو مثلا در مشت خود جمع کنه و همه رو تعیین کنه. البته خب ناکام بود، بسیار تنش خلق میکرد و وقتی که با این رفتارها، چون خب من در کابل که من مثلا سال 2014 کابل آمدم، یعنی آغاز
آمدن به کابل، رفتن به دانشگاه، بعد کار، روزنامه‌نگاری و تا سقوط، همه این دوره در دوره اشرف غنی بوده. بعد من فعالیتی در چندین جنبش‌های اجتماعی اعتراضی که داشتم، خلاصه با این اشرف غنی خیلی درگیر بودم و بسیار مشکل هم داشتم. این یک بایاس، یا این رو هم باید همیشه دربارش اعتراف کنم، بایاس زیادی که علیه اشرف غنی داشتم. بنابراین او زمان خیلی نقش زیر جدی داشتن که چطور این رفتارهای نادرست از باعث بی‌اعتمادی به حکومت شد که هیچ تقریبا کسی دوست نداشت علیه حکومت با حکومت باشه یا از حکومت دفاع کنه، چون این دفاع از حکومت اون زمان به معنی دفاع از سلطه، اقتدار طلبی و قدرت اشرف غنی نیز تفسیر میشد که همه رو رانده بود و بی‌اعتماد کرده بود. به هر حال میتونست یعنی در سرعت به سقوط و هم به این شکلش بی تقصیر نیست. البته خب تنها تقصیرم قطعا که پیدوششان نیست، مشکل از سیستم مفید بود. خب عوامل زیادی از جمله مثلا در کتاب نیست به اون پرداخته شده. یک میبخشید که دایی یک چی هم داره، یک فرق میکنه، یکی که در مورد خود چیزی که اشرف غنی فکر میکرد و چیزی که بیرون بسیار کسا در مورد فکر میکنه، یک تناقض بسیار کلان وجود داره. او بسیار مطمئن بود که از شروع تا عالم که بسیار چیزا درست بوده و تا همی سقوط هم من درست پیش یک فیلم بسیار خوب ساخته شده، یک رسانه بسیار خوب از در اروپا 3 قسمت در مورد سقوط و فیلم ساختن و در اوجه باز اشرف غنی هم صحبت میکنه. تا آخرم بسیار مطمئن است که چیزای بود تقریبا همو بوده و دیگر رقم نمیشد و مقصرم که بسیار که نشد، باز از همیشه یک دلایل داره که بیرون از قدرت ازو بوده. لیکن در بیرون کاملا دیگر رقم فکر مسئول اصلی را همون میبینن، به خاطر که وعده هایی که داده بود نشد دیگه آخر همهش. و خصوصا که با کسایی که کار کرد، همین تیمی که داشت، نه اینمی یک ضعف کلان بوده که تو بسیار میتونی کارهای کلان پلان کنی، لیکن کسایی که بازی کارو بکنن درست کار نکنن بسیار مشکل میشه. یک چیز بسیار عادی از هر کسی را میفهمه. و لیکن این مسئله به من جالب نبوده، اگر من درست بگویم این مسئله نبوده که من موردش بسیار فکر کنم. لیکن یک چیزی که باز من همیشه میگم که چرا نشده، اینمی هم است که کسایی که در مورد این فکر میکنن و توان زیرم دارن چرا یک کار درست نکردن در مورد ازمی مسئله. مثلا که ما بسیار نظریات، گفتمانهای مختلف در مورد اشرف غنی داریم، تا آخر نمیفهمیم که واقعیت چی بوده. نه گوره شاید تا هیچ وقت نفهمیم بخاطر همونطور است. لیکن یک کسی که بازم بشینه اسناد جمع کنه، ارقام جمع کنه از همین شروع تا آخر که چی بوده، در موردش یک کتاب نوشته کنه، یک در رسانه مثلا یک کار خوب نشر شود، نکردن. و اینمی یک مشکل است که من میبینم که بسیار گفتمانا و بسیار بحثا همیشه میمانه، یک چیز درست تولید نمیشه و خصوصا کسایی که شب و روز در مورد فکر میکنن. نه و این یک مثال است اشرف غنی. بسیار موضوعات دیگه هم داریم ما که در مورد از او هنوز نشده. تنها آدم میتونه بگه که تنها گپ زده میشه لیکن عمل بسیار کم است. ما باید دمو قدم دومی بریم که عمل، ما باید کارهای درست بکنیم و چیزی که میکنیم او را ثابت بسازیم به ارقام، به معیارهای علمی، نمیفهم روزنامه نگاری، که بازو میتونه یک رفرنس خوب باشه و کسایی که فکر میکنن. نه لیکن اینی یک مشکل است که من میبینم که باید شود در آینده زیادتر شود. خیلی تشکر. و حالا یک آخرین سوال، یکی که معمولا در این سری گفتگاه ما میپرسم، چون من خودم یک کمی علاقه‌مند به موسیقی هستم و موسیقی میشنوم، بیشتر موسیقی فولک. میخواستم بپرسم که خودت چی موسیقی میشنوی و موسیقی علاقه داری؟ از جمله موسیقی مثلا پشه‌ای مثلا. پشه‌ای نه اقدر علاقه ندارم، بخاطر کم هم هست. ما یک وقت چند تا موسیقی اتفاقی با موسیقی نورستانی سر خوردم. چی موسیقی که مثلا با سبک و لهجه نورستانی به فارسی خوانده شده بود، یا موسیقی که حالا به زبان نورستانی بود، به شدت من رو درگیر کرد و علاقه من کرد.
گه. نه لیکن چطور بگویم که اگر موسیقی که خوب باشه به من مهم نیست کدام زبان، و میتونه زبان ایتوپیایی باشه، نمیفهم روسی باشه، او چیزی که میگه که زیادتر وقت نمیفهمم، لیکن اون ملودیش و اونو جذاب میتونه به من باشه، باز میشنوم. نه به خاطر از پشه‌ای. و پشه‌ای تا حال تو یک چیز نبوده که بسیاری تو دوست داشته باشم بشنوم، لیکن یک برادر من موسیقی میکنه، او به میخوانه به فارسی و پشتو و به پشه‌ای هم. و جالبیش است که یک برادر دیگه من این آهنگ ها رو ساخته، کمپوز کرده، باز یگان خردویش میخوانه، لیکن زیادتر برادر من میخوانه و از او بسیار دوست دارم موسیقی رو، واقعا بسیار خوب است او چیزی که میگه و چه رقمی که میگه. باز او جا پشه‌ای او را دوست دارم، موسیقی از او را، پوپل نام داره برادرم. لیکن در مجموع افغانستان من همیشه ایرم تعقیب میکنم، همین موسیقی دیگرگونی موسیقی افغانستان بین 2001 و 21 و بعد از او هم متاسفانه بسیار نوآوری کم میبینم. بسیار از لحاظ تو آدم میتونه آدم بگه از لحاظ فرم که مثلا ویدیو کلیپ میسازن و نمیفهم نور مختلف و موسیقی که استفاده میشه و نمیفهم، از لحاظ تصویری میتونه آدم بگه نوآوری است، و هم نوآوری تو بیخی نوآوری چی تو نیست، بلکه میبینن که مثلا در ایران چی از نمیفهم، در کشورها باز از او کمی کپی میکنه. از لحاظ موسیقی لیکن نوآوری سر کم است و نمیفهم در آینده چطور خواهد شد. برای زمین بسیار تو کسایی که تو بشنوم، احمد ظاهر همیشه است. احمد ظاهر یک کسی است که او دیگه فکر میکنم هیچ باید سوال نشه، اما میشنوم که من بسیار دوست دارم. لیکن ای تو کسایی که فعلا موسیقی میکنن فعلا هیچ کس یادم نمیاد که واقعا همیشه موسیقی آلمانی چیه؟ آلمانی هم کم میشنوم. من بسیار قوالی میشنوم، قوالی هندی یا پاکستانی رو بسیار دوست دارم. موسیقی پشتو هم میشنوم. موسیقی پشتو تو بسیار مختلف است. مثلا کسی از به نام خیال محمد مثلا میشنوم، از گذشته است بسیار. حالا من کم نقد کردم موسیقی افغانستان، این معنی نیست که من نمیشنوم اصلا، حالا یادم نمیاد مثلا آخرین چیزی که تو شنیدیم بسیار فکر کردیم خوب بوده، دا یادم نیست، لیکن بسیار از افغانستان میشنوم. موسیقی ایرانی میشنوم. موسیقی آلمانی بسیار کم، تو مثلا یک دو سه بند مختلف از میشنوم. Element of Crime میگن، یک کسی است واقعا بسیار خوب میخوانه و متنی که استفاده میکنه بسیار خوب است. یک اصلا اون نویسنده هم است، مثلا او را میشنم. لیکن در مجموع من گفتم همون چیزی که خوشم به و مهم نیست کدام زبان، بلکه خوش آدم میاد دیگه بازا. و حرفی آخری اگر مانده دوست داری یادآور شوی بگویی میشنویم. در غیر صورت خیلی تشکر. سپاس از حضورت دکتر حمدی. حرف آخر من فکر میکنم اگر حرف آخر امی چیز بگویم که از حوزه خودم همه، که حوزه تحقیق، حوزه علم یا پژوهش است. من فکر میکردم که اگر در این حوزه کسای هستن مثل من، بسیار مهم است که ما در مورد بسیار موضوعات مختلف کار میکنیم، ما پژوهش دیگرگونی کنیم. ایره میگن ترانسفورماتیو ریسرچ. در یک چیز بسیار جالب است که آلمان در اروپا هم در مورد فکر میشه. ایره یک فرایند است که وقت کشورها یا یک جامعه در گذار است و مشکلات مختلف داره، اوجا باز
پژوهش نمیشه که پژوهش کلاسیکی باشه، باید اوجا پژوهش‌های کار شود که دگرگونی باشه و او باز 3 مرحله داره که ما در مورد در قدم اول در مورد زی فکر کنیم که واقعیت چی است، ما ببینیم مشاهده کنیم توصیف کنیم که واقعیت چی است. این یک چیزی که در می پژوهش کلاسیک میشه. بعد از او باز می کار ما ختم شد، در موردش نشر میشه و ای که باز دیگه چی است علاقه ندارن. لیکن من فکر میکنم که 2 قدم باید بیش از او بریم، باید بیشتر از او بریم. قدم دوم در مورد ازی فکر کنیم که این واقعیت چطور میتونیم تغییر بدیم، چی میتونه اهداف باشه، چی میتونه حالت مطلوب باشه که اوجا یک جامعه یا گروه هایی که در او چارچوب کار میکنن برسن. این قدم دوم است. و در قدم آخر در مورد دیگرگونی است، چطور این دیگرگونی به وجود بیاید. اینمی که واقعیت چی است، چی میتونه هدف باشه و چطور میتونیم در این هدف برسیم. اینمی این و تحقیق بسیار ضرور میبینم من در مورد افغانستان، در مورد در چارچوب دیاسپورای افغانستان. و گپ آخری من فکر میکنم که بسیار مهم است که کی این دانش تولید کنه رجوع کنیم به مردم افغانستان. اگر در چارچوب دیاسپوراست یا در داخل افغانستان، ما تا که میشه از مردم بشنویم، به خاطر که واقعیت اصلی او است و این را میتونیم در فضای عمومی ببینیم یا در واقعیت از مردم. و این بسیار برای آینده افغانستان من فکر میکنم مهم است که در این حوزه کار شود و فعالیت های مختلف شود. خیلی تشکر از حضورتان. ممنون. تشکر از شما و حوصله شما که شنیدین. خیلی لذت بردم. سپاس.